مبحث بعدی تحقیقات کلمات کلیدیه. میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ما گفتیم آقا اومدیم کلمه تحقیق کلیدی رو گفتم، کلمه کلیدی و عبارت کلیدی رو گفتم، بهتون نگفتم این از کجا به دستش بیارید. هیچ توضیح در این باره ندادیم. چرا؟ می‌خواستیم اینجا بگیمش. شما ذهنتون آماده بشه، چارچوب یک صفحه سئو شده، چارچوب یک محتوایی که قابلیت اول شدن در سئو رو داره بدونید. حالا بیاین ببینید چطور بعد یک کلمه کلیدی پیدا کنید، تو اون قالبه قرار بدید، تو اون چک لیست قرار بدید تا توی صفحه اول گوگل تو عبارت درست قرار بگیرید. یکیش توصیه‌های گوگله. توصیه گوگل چیه؟ شما میری توی گوگل باز می‌کنی، شروع می‌کنی عبارت رو سرچ کردن. می‌نویسی آموزش دیجیتال مارکتینگ، گوگل میاد بهت اینجوری یه سری توصیه میکنه. به اینا میگن گوگل ساجستشن، توصیه‌های گوگل. کتاب دیجیتال مارکتینگ، اصول دیجیتال مارکتینگ، دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ، دوره دیجیتال مارکتینگ. 4 تا عبارتی که برای من آورده. حالا من میتونم چیکار کنم؟ مثلا اینا رو نگاه میکنم، اینا چیه برای من؟ اینا عباراتیه که افراد دیگه اینا رو سرچ کردن. ببینید شما یک وقت در جایگاه ادمین قرار میگیری، فاصله میگیری از مردم. اون که مردی فرد خریدار داره چجوری فکر میکنه. من میام آموزش CRO می‌نویسم، خب دیگه می‌نویسم آموزش حرفه‌ای CRO، همه میان واز میکنن. اصلا کسی نمیدونه CRO چی هست. اونی که به CRO نیاز داره نمیدونه CRO چی هست. اون میدونه که آقا سایتش فروش کم داره، میخواد فروش زیاد شه، میرسه افزایش فروش در سایت مثلا. اون نمیدونه اصلا CRO چیه. من باید یه جوری اینو بهش اول بفهمونم آقا اینی که تو میخوای اسمش علم CROه، بعد میام به CRO رو آموزش بدم. این میشه روندی که من باید پیش برم. اینجا گوگل به من کمک کنه با ساجستشناش. مثلا میاد من میگه من میخوام آموزش دیجیتال مارکتینگ، میگه آقا مردم دوره آموزش دیجیتال مارکتینگ رو میپسندن، سرچ میکنن، برو ازش استفاده کن. یه جور دیگه هم گوگل به من ساجستشن میده. وقتی چیز رو سرچ میکنیم میایم اون پایین، تو قسمت پایینی که میخواد اون پیجینیشن میگم فرش دیگه، صفحه بندی رو بیاره، تو اون صفحه بندی بالاش مینویسه جستجوهای مربوط به بعد کلمه کلیدی که سرچ کردین رو میاره. اونجا بهتون 8 تا نمیدونم 8 تا دیگه 8 تا 10 تا 12 تا عبارت معرفی میکنه. دوستان اینا فوق العاده است. استفاده از اینا فوق العاده است. عبارت کلیدی که تو ذهن خودتونه سرچ بکنید، ساجستشنای گوگل رو ببینید، ساجستشنایی که اون بالا بهتون میده رو سرچ بکنید، برید پایین اینجا رو ببینید. اگر سایت شما تازه کاره باید از اینایی که خیلی طولانی ترن استفاده بکنید. سرفصل های دیجیتال مارکتینگ، این عبارت رو میید حتی بازم طولانی ترش میکنید. این دوباره خوش اصول داره که چجوری طولانی ترش بکنید. مثلا استفاده از عدد، 17 سرفصل مورد استفاده در دیجیتال مارکتینگ. اگر سایت شما تازه کاره، اون 60 تا مطلب اول، 2 ماه مطلب اول رو دارید مینویسید، باید عبارت هایی باشه که طولانیه. بله ورودیتون کم میشه، بله توی عبارت هایی که مردم سرچ میکنن زیاد بالا نمیاید. همینه، تازه کارید. مثل یک فردی که تازه کاره، کارآموزی میره، حقوق کم میگیره یا حقوق نمیگیره. سایت شما هم به همین شکله. عدد یکی از پارامترهایی که توی گوگل به شما شدیداً کمک میکنه که بالا بیاین. یعنی میپسنددش گوگل، استفاده از عدد، استفاده از تاریخ، اینا رو خیلی میپسنده. ما جلوتر در مورد این توضیح میدیم. بحث بعدی انجمن‌ها و سایت‌های پرسش و پاسخن. وارد این انجمن‌ها سایت پرسش و پاسخ بشین، خیلی راحت میتونید بفهمید که آقا متوجه بشید که آقا مردم دنبال چه عبارتی میگردن. من وقتی میرم توی گوگل سرچ میزنم مثلا آموزش افزایش فروش سایت، هیچ کی در مورد توضیح نده. یعنی چی؟ انتال هیچ کی در مورد سوال نشده براش. میرم توی انجمن میپرسم، بعد که میگه برادر من اسم CRO، بعد برید در مورد این قضیه سرچ بکنی. خب پس منی که سوال دارم و در مورد موضوع نمیدونم، میرم اونو توی انجمن‌ها و سایت پرسش و پاسخ میپرسم، یه کاری که انجام میدم. شما میتونید اونجا وارد شید، ببینید افراد عنوانشون رو چی میذارن، ببینید افراد سوالشون رو چطور بیان میکنن، همون رو بذارید تو عنوانتون. یکی از بهترین انجمن‌ها تو هر حوزه، مثلا انجمن پرشین تولز. انجمن پرشین تولز یه انجمن خیلی جامعه، تو انواع حوزه هم داره، ورزش، لباس، گردش، تفریح، جوک، سوال، فلان، همه چی داره. برید تو اونجا و بگردین، یکیشونه. ولی بهتره که شما انجمن تخصصیتون استفاده کنید. مثلا میبینید آقا داره وردپرس کار میکنه، برو انجمن وردپرس برای گوگل چی داریم، سایت پرسش و پاسخ برای وردپرس چی داریم. سایت ها و لینک های رقبا یک راه خیلی آب خوردن دیگه، اصلا از اون قبلی هم راه، از همه اینا راحت تر. شما میبینی آقا میخوای تو چه حوزه فعالیت کنی، میگی من میخوام آموزش زبان انگلیسی بدم، میری میبینی یه سایت زبان انگلیسی که الان اول تو گوگل چیه 5 تا 10 تاشو باز میکنی، شروع میکنی به آنالیز کردن.
من سرچ زدم دوره آموزش زبان انگلیسی، من سرچ زدم مثلا چگونه زبان انگلیسی رو در 60 روز یاد بگیرم، من سرچ زدم مثلا دریافت مدرک آیلتس با ارزان ترین قیمت در سریع ترین زمان. اینا رو سرچ زدم، کدوم سایت ها بالا اومد، کدوم صفحاتشون بالا اومد، اون صفحات چه عبارت هایی داشتن، چه کلماتی توش بیشتر تکرار شد، چه کلماتی توش لینک شد، چه کلماتی توش عنوان بود. از اونها استفاده میکنید، تکرارشون نکنید نرید اونجا اونو بگیری کپی کنی بذاری تو عنوان خودت. ببین به چه صورتی نوشته شده. مثلا من میرم همین دریافت مدرک آیلتس در کمترین زمان سرچ میکنم، 2 تا سایت برای من بالا میاد در مورد مثلا مراحل دریافت آیلتس نوشته، عنوانشون رو میبینم تغییرش میدم، عنوانی مینویسم که جدید باشه ولی تو اون قالب قرار بگیره. مثلا اون نوشته که آموزشگاه‌های برتر ایران برای آموزش آیلتس، اینو آورده برای من بالا، عنوانش اینه. منم میام مثلا مینویسم 15 آموزشگاه آیلتس مثلا برتر در سال مثلا 1396، تغییرش میدم، خیلی بهترش هم میکنم و درموردش مطلب مینویسم. سایت هایی که اونا استفاده کردن، لینک هایی که اونا توش بالا اومدن استفاده میکنیم. نکته آخر ساخت کلمه کلیدیه. جسارت میخواد، شجاعت میخواد، سخته، یکم سخته، جا انداختنش یکم سخته، ولی وقت استفادهش خیلی شیرینه. شما تو اون عبارت رو بتونی یکم جاش بندازی، الان بهتون میگم چه تکنیکی داره جا انداختنش. جاش بندازی یهویی ببین در یک قدم وصل میشی به بالاترین گروهی که بهشون نیاز داری، به مستقیم به مشتری هایی که نیاز داری، مستقیما به متخصصینی که تو حوزه کاریت هستن. من اومدم چه عبارتی رو ساختم؟ من این کارو خودم انجام دادم، عبارت ایونت مارکتینگ. بعد رفتم چیکار کردم؟ چجوری جاش انداختم؟ رفتم تو گروه هم فکر مثلا عضو شدم توی تلگرام، اونجا شروع کردم در موردش صحبت کردن، در موردش تاپیک گذاشتم، در موردش توضیح دادم. آقا یه مبحث جدیدی هست مثل ایونت مارکتینگ. یهو نزدیک به 70 نفر توی رویداد رایگان من بلیت گرفتن. خب این برای من خیلی خوب بود دیگه. یهو یه ورودی خیلی خوبی رو من از گوگل گرفتم. کلمه برای اولین بار ساخته شده. شما سرچ کنید ایونت مارکتینگ یا موضوعاتی رو میاره که ربطی به ایونت مارکتینگ نداره، مثلا خود در مورد سایت ایونت طرف نوشته، یه دونه میاره بالا، یا اینکه لینک های منو میاره. قاعدتا هم لینک های من اولا همون اگزکت مچی که شما گفتید، ایونت مارکتینگ میشه مال من اولین نفری هم که در موردش تولید کردم، من فردی هم که در موردش کامل ترین توضیحات دارم، من فردی هستم که افراد میان دنبال من اگر میخوان ایونت مارکتینگ یاد بگیرن. در کنارش هم که اینکه خب در حال حاضرم هیچ رقیبی ندارم، هیچ کسی تو ایران در این رابطه نمی‌دونه. ایونت مارکتینگ بله، بازاریابی رویداد بله، ولی ایونت مارکتینگ، ایونت یه اسم خاصه برای یه سایت خاص ایرانی، یه پلتفرم خیلی خوب ایرانی. من اومدم در اون رابطه یه کلمه کلیدی ساختم. همون آقای برندین که بهتون میگم، اگه اشتباه نگم اسمش رو، شاید اشتباه میگم، حفظ نیستم، اگر اشتباه نگم آقای برندین یه فرد سئوکار خیلی بزرگی تو دنیا که اصلا توی کلمات خیلی عجیب و غریبی تو گوگل اول دومه. این آقا میاد خودش یک عبارتی رو میسازه که ما امروز در موردش صحبت میکنیم. نوع تکنیک تولید متن آسمان خراش، اگر اشتباه نگم اسکایپر. خب آسمان خراش رو میاد توضیح. ایشون خودش این عبارت رو میسازه، یک مطلبی که قبلا هم در موردش صحبت میشد رو به شکل خیلی بهتری توضیح میده در قالب این عبارت. توی گوگل جایگاه خودش رو قشنگ زیرو رو میکنه. پس کلمات کلیدی بسازید. اگر متخصص باشید تو حوزه کاری خودتون، قطعا میتونید این کار رو انجام بدید. خب کلمه کلیدی یه چیز ثابت باشه، یعنی منظورم مثلا میگم یه محصولی میخوای بفروشی، خب مثلا LG فلان، بله این همونه، نمیشه اونو کارش کرد. بله شما بعد این رو فکر بکنی تو حوزه های مرتبط، مثلا میگم در رابطه با تعمیرات LG هم شما میتونید سایتت مطلب بنویسی که سئو بکنی مطلب سایتت رو، توی اون مطلبیه بنویسی، تو اون حوزه به خلاقیت به خرج بدی. کلمات کلیدی تو گوگل ترند نمیشه پیدا، تو یه ترند هم میشه، تو یه ترند کلمه کلیدی نمیشه پیدا کرد. یه ابزاری داره گوگل به اسم گوگل ترند. خب اون برای پیدا کردن کلمه کلیدی نیست. اون میاد چیکار میکنه؟ مثلا من میخوام سایتم رو من میخوام سایتم رو سئو بکنم، یه مطلب براش بنویسم. من میخوام یه مطلبی بنویسم توی گوگل در رابطه با بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو اول شم. بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو چیز دیگه‌اش چیه؟ هم خانواده‌اش چیه؟ سئو. من با سئو مطلب بنویسم، مطلبم در حوزه کلمه سئو، حول کلمه سئو بیام سئو بکنم، یا حول بهینه‌سازی سایت برای موتورهای جستجو. میرم این دوتا رو به گوگل ترند میدم، گوگل ترند من میگه آقا کدوم این دوتا عبارت بیشتر استفاده شده، اونو میارم استفاده میکنم. اونجای کارایش. آره بفرمایید.
چیا؟ خب میشه هم خانواده، بله استفاده بکنید. کدومش رو اصلی بذارم، کدومش رو کلمه کلیدیم بکنم؟ بله خب اینم خیلی خوبه. آره اینم خیلی عالیه. نه آره درسته. من تا حدودی جمعت متوجه شدم منظورتون رو، ولی حالا اگه بخوام خودم توضیح بدم از جانب خودم بگم خدمتتون، تو موضوعی که شما میگید من میخوام هم سئو بیارم یه مطلب براش بنویسم، یعنی با عنوان سئو، حالا یا مثلا آموزش سئو، دوره سئو، یه مطلب با آموزش بهینه‌سازی سایت برای متوجه. اینو باید یکم تغییر بدیم. مثلا یکیشو میذارم دوره جامع سئو در سال 96، جامع ترین دوره سئو در سال 96. یه وقت میام یه مطلب می‌نویسم آموزش مثلا بهینه‌سازی سایت برای موتور جستجو. این از عنوانش. توی مطلبش هم باید یه مقدار متفاوت بنویسم. توی کدوم میام دورم رو معرفی میکنم، توی کدومش میام نه همونجا آموزش میدم اصول سئو رو. با یه مقدار تفاوت جفت کلمه‌ها رو میشه باشون بالا اومد. بله. آره. بله اینو باید ترند البته ببرید. خب حیفه. یه مقدار کار سخت میشه. بهترین راهش اینه که تو محتواتون ازش استفاده کنید. یعنی عنوانو میارم خرید لباس فلان، اول منم تو ترند میبینم کدوم اینا بیشتر سرچ شده، خرید لباس ذوب‌آهن یا فروش لباس ذوب‌آهن. بعد اونو میارم اون که بالاتره، تو عنوانم تو مطلبم علاوه بر خود اون عبارت فروش رو هم میارم. مثلا میگم آقا برای خرید لباس ذوب‌آهن شما میتونید از این فروشگاه استفاده بکنید، از جمله فروشگاه ما. بعد میگم حالا فروش لباس ذوب‌آهن در ایران اینجوریه، مثلا جفت عبارت‌ها رو به کار میبرم. یکی دیگه از راهکارهایی که برای پیدا کردن کلمات کلیدی داریم استفاده از ابزارهای تخصصیه. ما ابزارهایی رو داریم توی دنیا مخصوص سرچ کلمه کلیدی اصلا ساخته شدن. الان یکی از بالاترین و بهترین در واقع روش‌های مارکتینگ در دنیا چیه؟ نه اونو نمیخوام بگم. روش‌های مارکتینگ مثل سئو، CRO و غیره. کدوم اوله؟ سال 2017 کانتنت مارکتینگ. این که ما امروز داریم توضیح میدیم تو اون حوزه مشترک با اون حوزه است. بازاریابی محتوا. برای همین ابزار تخصصی ساختن. یعنی ابزاری گذاشتن اصلا شما میخوای کانتنت مارکتینگ کنی از این استفاده میکنی. میری تو این ابزارها برای سئوتون هم میخوره. میری تو این ابزارها و اونجا کلمه کلیدیتون رو میگید، میگه آقا این کلمه انقدر بار تا حالا سرچ شده، کلمات مرتبط و نزدیک باهاش انقدر سرچ شدن. بعد شما میری تو اون کلمات انقدر میگردید تا به کلمه و عبارت مورد نظرت برسی. این چیزا کدوم در واقع ابزارها هستن؟ نمونهش KW فایندر هست. یکی از ابزارهایی که الان بازه و آزاده. بله ما کیورد پلنر گوگل رو هم داشتیم، یه زمانی عالی بود. بعد عدد دقیق میداد. مثلا میگم عبارت که سرچ کردی 1000 بار سرچ شده، خب 1015 بار سرچ شده. ولی الان دیگه اونجوری نیست. الان میاد به شما میگه آقا بین 1 تا 1000 بار این سرچ شده، بین 10 تا نمیدونم 10000. خب این که خیلی بازش بازه. ولی کیورد فایندر به شما عدد دقیق میده. ما کیورد فایندر رو به دوستانی که تو این جلسه شرکت کردن و ویدیو رو دریافت میکنن میگم چجوری ویدیوشو دریافت کنید. توی ویدیوها قشنگ کامل توضیح میدیم. کیورد فایندر کامل که نه، معرفیش میکنیم. توی دورمون که پنجشنبه و جمعه هفته داریم کامل توضیح میدیم. ما پنجشنبه و جمعه یه دوره 8 ساعته داریم، 4 تا یعنی در واقع بگیم 16 تا 20. بعد میایم هر کی اینجا رو شرکت میکنه 7 ساعت هم بهش ویدیو میدیم که سرجم میشه 15 ساعت آموزش. بعدش تا 1 سال هم میایم پشتیبانیش میکنیم. پشتیبانیمون چجوریه؟ عضو گروهیش میکنیم که هر چی سوال داره بپرسه بهش جواب بدیم. در کنارش ماهی 4 جلسه میذاریم که دوستان جمع میشن تو حوزه‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنیم. هر سوالی تو سوال داشته باشن رو در رو میتونن بپرسن و در کنار این مجدد جزء پشتیبانیش میایم و تا 1 سال ویدیو آپدیت میدیم برای اینا. یعنی این همینجوری ادامه پیدا میکنه در راستای سوال‌های شما، در راستای آپدیت هایی که اتفاق میفته. این قضیه میره جلو. کیورد فایندر رو که گفتم، ولی یه نکته دیگه ما گفتیم سایت‌های رقباتون هم بسنجید، صفحات برترشون رو ببینید، ازشون کمک بگیرید. اونجا باید از مجستیک سئو استفاده بکنید. آموزش مجستیک سئو هم جزو آموزشایی که توی دوره با امید خدا داده میشه.
قبل از اینکه بریم و تکنیک زوم که یکی از تکنیک هایی که خیلی بهش افتخار میکنم هست این دوره دارم میگم و تو سایت های فارسی نیست رو بهتون کامل و خیلی قشنگ توضیح بدم، قدم به قدمش بهتون توضیح میدیم. قبل اینکه وارد این بشیم یه آنتراکی فکر کنم داشته باشید خوب باشه.